عباسی سریع کارو دنبال میکنه. محمود قائد رحمتی بازم پاساش اشتباه میرسه به بازیکن‌های الهلال. ناصر الدوساری، نیمار و تو درون دروازه قرار میگیره. محمود قائد رحمتی اشتباهش منجر شد تا الهلال گل دوم رو هم بزنه. نیمه اول هم یادتون باشه چند بار در مورد پاسای اشتباه شماره 11 نساجی در موردش صحبت کردیم. باز هم نداشتن تمرکز یه پاس گل یه جورایی داد به بازیکن‌های الهلال. تیمی که داشت خوب بازی میکرد همین بدشانسی منجر شد تا گل دریافت کنه. حتی دفع جان ملکی هم خیلی میتونست بهتر از این باشه توی صحنه‌ای که یه جورایی باز پاس داد به بازیکن‌های الهلال. دو اشتباه پیاپی ماحصلش گل دوم رو برای تیم الهلال به همراه داره، در حالی که جریان بازی کاملا داشت ورقش برمیگشت به سود تیم نساجی. بچه‌های نساجی داشتن خوب کار میکردن. اشتباهات فردی حالا دامنگیر این تیم میشه. حسین زامهران رو من کنار زمین میبینم که میخواد به جای فرشید اسماعیلی وارد زمین بشه. زامهران بازی اول خیلی خوب بود، خیلی خوب بازی کرد، پاس گل هم ارسال کرد. حالا ببینیم آیا حضور او تغییر در روند بازی نساجی ایجاد خواهد کرد یا